مخلوقات از خدا فرمان برداری می کند. آسمان با عظمت و بزرگیش مطیع و فرمان بردار خدا هست. زمین با 7 طبقه بودنش مطیع و فرمان بردار خدا است. از زمین به خدا بشنیاد میکنه الهی به من اجازه بده بندگان مخطی تو را، بندگان سرکش تو را، بندگان نافرمان تو را من فرو ببرم. الله رب العزت و جلال میگه ای زمین تو فرمان بردار من باش. زمین فرمان بردار خدا هست، ورنه انسانهای ظالم را، انسانهای گناهکار را، انسانهای زناکار را، انسانهای شرابی را، انسانهای قاتل را زمین نمیخواهد. الله برش دستور میده که ای بنده من تو مطیع، ای مخلوق من تو مطیع و فرمان بردار من باش. زمین مطیع و فرمان بردار الله هست. آسمان با عظمت و بزرگیش مطیع و فرمان بردار الله هست. اون آفتاب درخشنده، مهتاب تابناک، همه مخلوقات خدا از مطیع و فرمان بردار الله هست. آسمان، زمین و آنچه که به زمین و آسمان است همه مطیع و فرمان بردار خدا هست. شما ببین آفتاب از مشرق می براید به مغرب غروب می کند، اون مطیع و فرمان بردار خدا هست. باد و طوفان همه مطیع و فرمان بردار خدا هست. پرنده و درنده همه مطیع و فرمان بردار خدا هست. بی اطاعتی از خالقش نمی کنه، بی اطاعتی از خالقی بی همتا نمی کنه. یگانه کسی که در بین همه مخلوقات نافرمانی خدا را می کنه انسان ها هست. من و تو هستیم که نافرمانی خدا را می کنیم. شما ببین الله به تو دستور میده که بنده ام، ای بنده فرمان بردار من باش، ای بنده مطیع و فرمان بردار من باش. آن چیزی را که من امر کردم به اون پابند باش، از آن چی که نهی کردم نهی شوی. این امر و دستور خدا هست. من و تو ترک فرمان خدا کردیم. الله به من و تو میگه که مال یتیم را نخو، من و تو جرأتمندانه مال یتیم را میخوریم. الله به من و تو میگه که بنده ام ظالم مشو، بر مظلوم ظلم نکو، من و تو ظلم میکنیم. الله دستور میده که بنده شراب ننوش، من و تو شراب می نوشیم. الله به من و تو میگویند که بنده زنا نکو، من و تو زنا میکنیم. الله دستور میده که بنده هم به فواحش نزدیک نشو، من و تو به فعلهای بد نزدیک میشویم. الله به تو میگویند قتل نکو، من و تو هم دیگر را قتل میکنیم. طفلان معصومش پدرگویو میمانه، اما من و تو انسان نافرمانی میکنیم. مطیع و فرمان بردار خدا نیست. عزیزان من، یاران من، بنده کسی است که امر و دستور خدا را میشکنن. الله دستور میده که بنده ام نماز بخوان، من و تو نماز خدا را ضایع میکنیم. الله دستور میده که بندم زکات مالت را بپرداز، اما من و تو زکات مال ما را نمی پردازیم. الله دستور میده که بنده ام کار بکن، به خدمت پدر و مادرت بوده باش، اما من و تو پدر و مادر را ناراض کردیم. ما بنده نافرمان خدا هستیم یعنی ما انسان های ناسپاس هستیم یا خیر؟ پس بیا عزیزان من، ما نافرمانی از خدا نکنیم. اگر بندگان خدا، اگر انسان ها 3 حالتش را بدانه هرگز فرمانی خدا نمی کنه. اول حالت چیست؟ اول حالت همان است که ای بنده تو نیست بودی، الله تو را موجود کرد، تو را از عدم به عالم هستی آوردن. اگر تو بنده بدانی که من چیزی نبودم، الله تو را از نیستی به هستی آورد، آیا الله مستحق آن نیست که تو را فرمان برداری بکنی؟ اللهی که تو را از نیستی به هستی آوردن، الله به تو عزت و شرافت و کرامت و زندگی بخشد، آیا مستحق آن نیست که تو را فرمان برداری بکنی؟ اولین حالت بنده اینمیست. دوم حالت بنده و انسان ها چیست؟ ای بنده تو از نطفه مرده به زنده مبدل شدی. این به قدرت الله هست، این به قدرت کامله الهی است. اللهی که تو را از نطفه مرده به زنده مبدل میکنه، آیا حق ای را نداره که تو فرمان برداری بکنی؟ اللهی که تو را از نطفه ناچیز به چیز هست میکنه، آیا حق ای را نداره که فرمان برداری بکنی؟ عزیزان من، سوم حالت انسان چیست؟ ای بندگان، الله رب العزت و الجلال از بین همه مخلوقات شما را مکرم ترین انسان آفرید.
شما را با ارزشترین انسان آفرید. ای بندگان خدا، بیا الله را فرمان برداری بکن. حال مثال زنده می دهم، شما پدر و مادر را فرمان برداری می کنین به خاطری که زمینه را به من و تو مهیا کرده، زمینه درس و تعلیم را، زمینه تجارت را، زمینه خدمت را، زمینه رای خوب را من و تو را انسان درست تربیت کرده. ما مجبور و مکلف پدر و مادر را مطیع و فرمان بردار باشیم. پدری که به نان ضرورت داشتی برات نان آوردن، به آشامیدنی ضرورت داشتی برات آشامیدنی آوردن، به لباس ضرورت داشتی برات لباس آوردن، به پایپوش ضرورت داشتی برات پایپوش آوردن، تو همچون پدر و مادر را باید مطیع و فرمان بردار باشی. اون مادری که 9 ماه تو را به شکمش حمل میکنه، بعد از آن به دنیا می آیی، به کنار پر میری، مادری بزرگوار اونجا پرورش میابی، تو را می پروراند، تو را در زندگی خیر و سعادت نصیبت میکنه. ای انسان باید مطیع و فرمان برداری پدر و مادر بوده باشی. دوم فرمان برداری از استاد بزرگوار است، از معلم است. معلمی که به تو علم انتقال میده، اون معلم را باید تو فرمان برداری بکنی. معلمی که دنیا و آخرتت را به سعادت تبدیل میکنه، تو باید او را در زندگیت فرمان بردار بوده باشی. اون معلم را اطاعت باید بکنی. اون معلمی که خدا را برات به معرفی میگیره، خالقت را به تو میشناساند، زمین و آسمان را به تو معرفی میکند، حرام و حلال را به تو معرفی میکند، رای خوب و بد به تو معرفی میکند. تو باید اون استاد را، جنت و دوزخ را به تو معرفی میکند، قبر را به تو معرفی میکند، همه چیز را به تو میداناند. تو باید استادت را مطیع و فرمان بردار باشی. ای برادر، مادر و پدر را مطیع و فرمان برداری، اون استاد بزرگوار را مطیع و فرمان برداری. خالقی که ما فوق همه است، چرا اون را مطیع و فرمان بردار نیستیم؟ خدایی که به تو همه چیز را بخشیده، چرا مطیع و فرمان بردار نیستی؟ عزیزان من، حال شما ببین، آسمان را از آسمان اعلی استفاده می آفتاب درخشنده اعلی استفاده می از روشناییش، از حرارتش استفاده می ای ملتا، اگر تو بیلی برقت به چند و چند بیایه، او را خب مصرفش را می پردازی. از آفتاب الهی استفاده می هیچ کس از تو مصرفش را نگرفت. از اکسیژن هوا و تنفس الهی استفاده می هیچ کس مصرفش را از تو نخواستن. اگر با اکسیژن طبیب های سرزمین خدا مراجعه بکنی، چی مقدار مصرفت میشه؟ از اکسیژن و هوای الهی استفاده می چرا تو خالقش را مطیع و فرمان بردار نیستی؟ از زمین خدا استفاده میکنی، از انواع گیاهی که از زمین میبرای استفاده میکنی، از دست خدا داده استفاده میکنی، از چشم خدا داده استفاده میکنی، از گوش شنوایت استفاده میکنی، از همه بند جانت که الله به تو بخشیده استفاده میکنی. چرا خالقش را نافرمانی میکنی؟